خبر رسیده که ترامپ قصد داره در سفر خود به خاورمیانه اعلام کنه آمریکا خلیج فارس رو خلیج عربی خواهد نامید. اما میدونید شاه با عرب حاشیه نشینی که شرکت هواپیمایی به نام شرکت خلیج عرب تأسیس کردن چه کرد؟ بلافاصله با انتشار این خبر دولت وقت شاهنشاهی در کمتر از 24 ساعت تمامی سفیرهای شیخ نشین رو از ایران اخراج کرد و تمام سفیران ایران رو هم به ایران فراخوند. به فرمان شاه نیروی دریایی ایران در خلیج فارس به حالت آماده باش جنگی در اومد و بخش بزرگ از جت‌های جنگنده‌های نیروهای هوایی به پایگاه‌های جنوب کشور منتقل و به بمب‌های سنگین مسلح شدند. این گونه شد که کمتر از 48 ساعت شیخ نشین‌ها اسم شرکت رو گالف ایر هواپیمایی خلیج تغییر دادند. دشمنان این مرز و بوم بدانند خلیج فارس بوده، خلیج فارس هست و خلیج فارس خواهد ماند. اگر غیرت ایرانی دارید این پست رو لایک کنید و به اشتراک بذارید تا همه بدونن ما بر سر تمامیت ارضی ایران و خلیج فارس با هیچ کس تعارف نداریم.